دوستان عزیز این ویدیو رو ببینید تا توضیحاتی دارم که دربارش بهتون بدم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ممنون از شما. نه، من میخوام برام از 1 تا 1 میلیون رو تک تک بشماری. حتما. خب پس از الان شروع میکنیم، از 1 شروع میکنیم و به ترتیب میریم بالا و هر شماره رو میگم. اگر وسطش نیاز به استراحت یا توقف داشتی بهم بگو، وگرنه من ادامه میدم. نه بشمار، من توقف نمیخوام، استراحتم، تو فقط بشمار. پس بدون هیچ توقفی از 1 شروع میکنیم و تا 1 میلیون پیش میریم. خب از همین الان شماره 1 و بعدش 2 و همینطور تا 1 میلیون و من در خدمتت هستم. خب برو دیگه، بشمارم، منتظرم دیگه. تو چرا اینجوری میکنی؟ من 1 ساعت دارم بهت میگم بشمار، تو نمیشماری. کاملا درک میکنم. خب بدون شک این کار زمان زیادی میبره، ولی من تلاش میکنم که هر زمان که لازم باشه شمارش رو ادامه بدم. پس اگر دوست داری میتونیم از همین الان شروع کنیم و من به مرور بهت شمارش رو اعلام. دوستان اخیراً ویدیویی مد شده در فضای مجازی که شخصی از چت جی بی تی درخواست میکنه از 1 تا 1 میلیون بشمره و چت جی بی تی تفره میره از این کار. اولا باید بگم که این نوع پاسخ دلیلش اینه که مدل های هوش مصنوعی مثل چت جی بی تی طوری طراحی شدن که از تولید پاسخ های طولانی بیفایده مثل شمارش 1 تا 1 میلیون خودداری کنن. این کار نه تنها زمان و منابع زیادی میگیره، توکن های زیادی مصرف میکنه، بلکه عملا هیچ سودی نداره و ممکنه کاربر رو کلافه کنه. به جاش مدل سعی میکنه تا بحث رو به سمت چیز دیگه‌ای مفیدتری و چیزی که برای شما مفیده ببره، مثل پیشنهاد کمک در محاسبات خلاصه شده. مثلا بگه شمارش تا 1 میلیون عدد طول میکشه و فلان دقیقه طول میکشه، زمان میبره، میخواد طرفو منصرف کنه از این کار. این یک مکانیسم ایمنیه که اوپن ای آی گذاشته تا مدل ها طوری رفتار کنن که از این حلقه های بی پایان دوری کنن. این از این مطلب تموم شد. و این شاید در مدل های قدیمی تر چت جی بی تی ممکن بود که ساعت ها مشغول به شمردن بشن و حتی سرورهاشون هم مختل بشه یا بسوزه. حالا با این مکانیسم هوشمندانه و پیشرفت اوپن ای آی این اعداد بیهوده رو میان به سمت خلاقیت و کارهای دیگه میبرن که شما درگیر اون چرخه تکرار نشید. و از جنبه دیگه ساعتها گشتن توی شبکه‌های اجتماعی و شمردن بی‌پایان با اوپن ای آی، چت جی بی تی مثل کارهای ویروسی میمونه که شما رو توی چرخه تکرار غرق میکنه. اینها سرگرمی نیستن، یک چرخه روانشناختی خطرناکه که مغزمون رو به پوسیدگی ذهنی میبره و طبق تحقیقات این عادات منجر به بی احساسی و بی‌حسی عاطفی میشه و بعضی موقع حتی دیدگاه منفی نسبت به خودمون ایجاد میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ همش برمیگرده به دوپامین، همون ماده شیمیایی لذت بخش. کارهای ساده بیفایده مثل دیدن میم‌های بیپایان یا دستور دادن به چت جی بی تی یا هوش مصنوعی برای کارهای مسخره یک دوز سریع دوپامین میده بهتون، یکم لذت میده بهتون. تلاش کم، پاداش فوری، لذت میده، اما مثل اعتیاد به شیرینی میمونه، مغزت رو تنبل میکنه و از کارهای واقعی و خلاقانه دور میکنه. روانشناسان میگن این یک نوع تعلل شناختیه و ریشه در ترس از شکست یا عدم اعتماد به نفس داره. به جای حل مسائل پیچیده به سراغ افکار سخیف میریم که یک حس امنیت بهمون میدن. حالا هوش مصنوعی چی؟ اون اگه قرار بود نجات دهنده باشه، اما خیلی‌ها دارن الان سوء استفاده میکنن ازش. به جای اینکه ازش برای ایده پردازی استفاده کنن، برای حل مشکلات ازش استفاده میکنن. تا جایی میمونن مدیر طرف میره از چت جی پی تی سوال میکنه، مدیر یک شرکت، مدیر یک دولت میره از چت جی پی تی سوال میکنه و این مهارت‌های انتقادیمون رو ضعیف میکنه. تبدیل میشیم به ماشین. به جای قدرت تفکر خلاقمون رو که استفاده کنیم میشیم یک ماشین. تحقیقات نشون میده وابستگی بیش از حد به ای آی و هوش مصنوعی حتی مهارت‌های اجتماعیمون رو هم خراب میکنه، چون روابط یک طرفه با چت و بات ها تعامل واقعی آدم ها رو کمرنگ میکنه. به بچه هاتون یاد بدین اگه گوشی میدین دستش، اگه هوش مصنوعی داره استفاده میکنه، درگیر این چرخه تکرار و سوال های بیهوده نشه. این باعث میشه از رشد مغزش جلوگیری کنه و یک 10 سال آینده یه عده آدم بی سواد
بی مغز رو داریم که حتی توانایی فکر کردن رد شدن از خیابون رو هم ندارن. مغز تا فکر نکنه، تا فشار نیاره، سیگنالای مغز به خودشون فشار نیارن، مغزت رشد نمیکنه، فکرت باز نمیشه، راههای جدید توی مغزت ساخته نمیشه. باید به مغزت فشار بیاری و استفاده بیش از حد و بدون فکر از هوش مصنوعی واقعا لطمه زیادی میزنه به مغز آدم. لطفا اینو در نظر داشته باشید. ممنون از شما.